حالت بد و غیر قابل باور سیتا قاسمی در صفحات مجازی. سیتا قاسمی چرا با چشمان پر از اشکش در صفحات مجازیش ظاهر شده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی سیتا قاسمی کاملا به دور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سیتا قاسمی دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. سیتا قاسمی کارهای رسانه‌ایش را از سال 2006 بدین طرف آغاز کرد. وی در ابتدا برای هنرمندان افغان شعر می‌سرود، ولی رفته رفته توانست آهنگ‌های بسرایت و در دل‌های مردم افغانستان جایگاه هنری خاص برای خودش کسب کند. این همه در حال است سیتا قاسمی بعد از آن که از همسرش جدا شد، راه هنر موسیقی را در پیش گرفت. آهنگ‌هایش مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد. سیتا قاسمی با هنرمندان محبوب افغان هم بارها آهنگ سرود و هر آهنگش بازدید میلیونی داشته است. این همه در حال است که سیتا قاسمی تازه تصاویرش نشر می شود که وی بار دیگر در دبی شکست عشقی را تجربه کرده است و از دوست پسر عربش جدا شده است. دلیل جدا شدن سیتا قاسمی تا کنون به گونه واضح و آشکارا از همسر دومش معلوم نیست، ولی سیتا قاسمی زندگی پر از ماجرا و جنجال داشته است. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای رسانه‌ای از سیتا قاسمی، هنرمند محبوب و پرآوازه افغان خواهیم بود. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.